المسألة السادسة مسألة ششم في حكمة من الإيجاب الزكاة وعلى من تجب وشروط وجوبها. درباره حکمت در بیان زکات و شرطهای زکات و واجبات زکات. اولا حکمت و فایده های فرض شدن زکات مال. زکات با حکمت های بزرگ و اهداف عالی فرض شده است و حکمت های آن بسیارند، از جمله پاکسازی مال و افزایش مال، آمدن برکت در آن مال و محافظت مال از آفتها و فسادها. بینگرید چگونه فایده های عظیم دارد. دوم پاک کردن شخصی که زکات میدهد از بخل، از خسیسی، از بخیلی، اینچنین پاکسازی از گناهان و مشق دادن بدن او برای بخشش و صدقه دهی در راه الله سبحانه و تعالی. و دیگر از فایده ها یاری فقیران و تأمین کردن نیازمندان و محتاجان و بینوایان. و همچنین دیگر از فایده ها ایجاد همدلی، همکاری و محبت بین مردم. وقتی شخصی ثروتمند زکات مالش را به شخصی فقیر میدهد، کینه و حسد و بغض از او ممکن است که دور شود، از او دور می شود و دل فقیر پاکیزه می گردد. دیگر نسبت آن مالی که ثروتمندان دارند حسد نمی خورد و چشم نمی بیند. همه این از بین می رود و جامعه با امنیت پر می شود. همگی خوشحال و خرسند میمانند. و همچنین زکات مال پرداخت کردن یک شکر نعمت الهی است. شکر نعمت الهی آن مال الله عطا کرده است، آن را بر فقیران و بیچارگان نمایان پرداخت کردن. و زکات نشان دهنده ایمان راستین شخص است، زیرا شخص چیزی را میبخشد که دوستش می‌دارد و مثل مار برای رضا و محبت بیشتری بر پروردگار از این رو بر آن صدقه میگوید، صدقه میدهد. یعنی نشان صدق و اخلاص بنده به پروردگارش است. نشان صدق و اخلاص بنده بر پروردگارش است این زکات مال پرداخت کردن. و زکات باعث می شود که رضایت پروردگار و نازل شدن برکت ها و پاکسازی گناهان باشد. دوم زکات بر کی فرض می شود و شرط های فرض شدنش. زکات بر کسی فرض می شود که در او شرط های زیرین وجود داشته باشد. اولا اسلام از کافر پذیرفته نمی شود، زیرا زکات یک عبادت مالی است که تنها از شخص پاک مسلمان پذیرفته می شود، به درگاه الله قبول می گردد. و کافر باشد عبادتش سود برای او نمی بخشد. وقتی که اسلام را نپذیرفت و قبول نکرد، الله می فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. آنها را از دادن صدقه من نکرد مگر برای آن که به الله و پیامبرش کافر شدند. به الله و پیامبرش کافر شدند. سوره توبه آیه 54. پس سبب نپذیرفتن زکات آنها، صدقات آنها، این ایمان به الله و رسول الله نداشتنشان است. یعنی چون صدقه آنها قبول نمی شود، پس ضرورت بر فرض داشتن آنم نیست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه: هذه فریضه صدقه التي فرضها رسول صلی الله علیه و سلم. این از فریضه صدقه که پیامبر الله آن را بر مسلمانان علی المسلمین بر مسلمانان فرض قرار داد. روایت بخاری تحت رقم 1454. اما با وجود این کافر در روز قیامت برای این پرداخت نکردن زکاتش با حساب می شود بر اساس آن عقیده درسته که بیان شده است. اگر زکات مالش را پرداخت کرد از او پذیرفته نمی شود، چون تنها از نفس مؤمن قبول می گردد. علاوه بر این با این کفرش و بر این پرداخت نکردن زکاتش همچنین محاسبه می شود، چون کافر بر تمام فرض‌هایی که شریعت فرض کرده است مکلف است. دوم آزادی. زکات بر غلام فرض نیست، بر بردگان زکات مال فرض نیست، زیرا غلام مالی ندارد و خود برده است و هر چی دارد و مالک صاحبش است، پس زکات مال او برگردن صاحبش است. سوم داشتن نصاب با مالکیت کامل و استوار. داشتن نصاب هم مالی که به نصاب رسیده است مالک کامل آن باشی. یعنی شخص باید مقداری معین مال، همون نصابی را که داشته باشد، از آن پرداخت زکات نماید. یعنی که مال خودی آن شخص باشد، نه موقتا، و از نیازهای ضروری خالی باشد، مانند خورد و خوراک و لباس و مسکن. زیرا زکات مال برای همدردی به فقیران است. برای همین زکات تنها
از مال کسی گرفته می شود که از لحاظ مالی توانا باشد، یعنی زکات وی به نصاب رسیده باشد. چون پیامبر الله فرمودند لیس فیما دون خمسة اوسق صدقه. در کمترین از 5 اوسق وسق اندازه از دان است، دانگی ها زکات نیست. و لیس فیما دون 5 ذودین صدقه. در زیر 5 سر شتر صدقه نیست. از 5 شتر کم باشد صدقه نیست. و لیس فیما دون 5 اواق صدقه. و در زیر 5 اواق اندازه از نقره هست، اندازه چینک نقره هست، نیز صدقه ای نیست. روایت بخاری و مسلم از حدیث ابو سعید. و 5 اوسق 5 وسق اگر با واحد چینک بگیریم، چینک دانگی ها یک وسق تقریبا 60 سا است، اندازه 60 سا. و 5 وسق باشد 300 سا می شود. این نسبت زکات زراعت دانگی ها است. و 5 ذود 5 سر، زود سر رو میگویم، 5 سر جمع است، معنای شتر است، یعنی که از 5 شتر کم زکات نیست. اقل اون باید 5 شتر انسان داشته باشد که همین رو بیان می‌نماید. و 5 اواق که در اینجا ذکر نمود واحد چینک وزن برای نقره هست یا که طلا و نقره، که اینها رو هم بیان خواهیم کرد. پس چهارم، گذشتن 1 سال حول میگویند. همون مالی که داره در دست 1 سال ایستاده باشد، یعنی همون مال باید 1 سال پورا در دست مالکش باشد. 1 سالی تقویم هجری، نه شمسی نه میلادی، هجری اسلامی. پیامبر فرمودند که لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول. در مالی که وقتی که برای 1 سال پورا نشده است زکاتی نیست. روایت ابن ماجه و دیگران. و البانی این حدیث رو در الواء الغلیل در مجلد سوم تحت رقم 254 و 787 صحیح شمردن. اما این شرط های ذکر شده تنها به این مال ها دخل دارد. چاروای اهلی، گاو، گوسپند، بز، شتر، طلا و نقره و مال های تجارتی بر همین 3 قسمت دخالت دارد. اما در زراعت باشد، اگر میوگی باشد، اگر معدن باشد و ریکز، گنجینه هایی که از زمان جاهلیت دفن شده است، معدن، طلا و نقره که از زمین انسان مییابد یا که آهن، میس، هر چیزی باشد، در اینها 1 سال شرط نیست. در اینها 1 سال بودن شرط نیست. زیرا الله میفرماید و آتوا حقه یوم حصاده. حق آن را روزی که شما آن را برداشت میکنید بدهید. سوره انعام آیه 341. پس معدن و ریکز نیز مثل زراعت مالهایی هستند که مستقیم از زمین هنگامی که یافت کرده می شود از آن زکات مال پرداخت کرده می شود. المسئله السابعه، مسئله هفتم، فی اقسامها، در بیان قسم‌های زکات. زکات در اصل 2 قسم است. زکات مال است و زکات جسم است، بدن است. زکات مال این زکات است که از مال، از دارایی وابسته است، به دارایی وابسته است، مثل طلا، نقره، چاروا، مال‌های تجارتی و غیره. اما زکات جسم، بدن باشد، این زکات است که به بدن انسان وابسته است، و مثل زکات فیتر که در آخر ماه رمضان پیش از عید پرداخت کرده می شود. المسألة السابعة، مسئله هفتم، زکات قرض. زکات قرض. قرض اگر به گردن شخص محتاج که نمیتواند برگرداند آن قرض را باشد، صاحب قرض، شخصی که قرض داده است، وقتی که آن را به دست می آورد تنها برای 1 سال زکات می دهد و بس، یعنی همان سالی که قرض را می گیرد. اما اگر شخص ثروتمند دارا باشد، توانا باشد، پس صاحب قرض باید هر سال زکات مالش را پرداخت بدهد. زیرا قرض مثل آن است که مالش نزد خودش است.